پیشبینی هواشناسان 21 و 22 اکتبر در تاجیکستان هوای تغییر یابنده پیش بینی شده باران میبارد. در ناحیه‌های کوهدامن باران سخت میزند و در منطقه بلندیشان بیش از 2000 متر شبانه برف خواهد بارید. در برخی ناحیه‌های ولایت‌های سغد و ختلان و بدخشان و تابع مرکز سرعت شمال تا به 17-22 متر در یک ثانیه رسیده. در جنوب تاجیکستان هوا را غبار هم پر خواهد کرد. روزهای 22 و 23 اکتبر حرارت هوا حد اکثر پایین رفته 7-12 درجه خواهد شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که همچنین بالا رفتن سطح آب در رودخانه‌های وخش، زرافشان، کافرنیهان، یوخسو و جنوب قزلسو پیش بینی می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده به این دلیل تکرارا به ساکنان ناحیه کوهدامن و کوهستان خاطررسان می‌کند که سردی‌های اول برای حاصل زراعت آنها می‌تواند خطر داشته باشد و از این رو ساکنان باید حاصل پخته و رسیده را سر وقت جمع آورده حاصل نورسیده را با پلیونکا، علف یا یگان چیز دیگر بپوشانند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از اهالی همچنین خواسته است که به ساحه چارواداری اهمیت ویژه داده هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه‌های بخصوص کوهی با دقت باشند. در صورت شدید گرفتن شمال از اهالی خواسته شده است که برآمدن به بیرون را از داخل بناها محدود کنند، کودکان را تحت نظارت بگیرند و بی نظارت نگذارند. از رانندگان خواسته شده است که هنگام حرکت در راه‌های کوهستان سرعت و فاصله بین ماشین‌ها را رعایت کنند، چون که احتمال سنگریزی نیز در این روزها زیاد است.